هنوز این کوچه ها بوی پدر دارد. هنوز این کوچه ها بوی پدر دارد. هنوز آن کودک تنها نظر بر قفل در دارد. به امیدی که می آید پدر با کیسه‌ای بر دوش، ولی افسوس چشمانش امیدی بی ثمر دارد. صدای پای بابا آبروی سفره بود، اما نمیدانم پسر از نام بابایش خبر دارد. چرا امشب نیامد؟ اتفاقی شاید افتاده. دعا کردم ولی مادر دعای من اثر دارد. سکوت شمعگون مادرم ما زیر لب می گفت پدر می آید اما خنجری بر فرق سر دارد. نگاه آسمان ابریست، گویی ماه می داند که مرد کوچه های نیمه شب عزم سفر دارد. غزل بغض غریب کوچه امشب در گلو مانده، نمیداند پس از او در دل شب رهگذر دارد. تو رفتی و دوباره کودکانت بی پدر ماندند. تو رفتی و دوباره کودکانت بی پدر ماندند، ولی این کوچه ها بوی پدر دارد. هنوز این کوچه ها بوی پدر دارد. هنوز آن کودک تنها نظر بر قفل در دارد. مولای من، ای شاعر زیباترین شعر روزگار، هنوز برای ذهن بشر سؤالی بی جواب مانده است. سؤالی که تو آن را در نخلستان نجوا کردی و در چاه ریختی. چاهی که در قحطی انسان سر در عمق آن فرو می بردی و ناله های حیدریت چون گدازه های آتشین در کامش می ریخت. و کسی جز خدا نمی دانست که سینه‌ات ای آتش فشان صبور زمانه چگونه در حرم شعله های غم می سوخت و تو دم نمی زدی. ای اقیانوس بیکران معنویت، ای اقیانوس بیکران معنویت، کاش امشب ما را تنها به جرعه‌ای، تنها به یک جرعه معرفت میهمان کنی.
زمین و هست گردون خاک تو، آسمان سرگشته ادراک تو، وعده تا باید به حسرت زار زارا، خون بگرید بر سر تو ذوالفقار. امام علی علیه السلام می‌فرماید کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند کارهای نیکوی او آشکار شود و در زندگی پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت بشمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید. خطبه 133 نهج البلاغه. به نام خدا. سلام دوستان عزیز. قبل از هر چیز بار دیگر شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو به عموم مسلمین جهان به خصوص شیعیان حضرتش تسلیت عرض میکنم. در خدمت جناب استاد محمدی هستیم با بحث علی انسان ناشناخته. سلام آقای. به نام خدا و سلام بر همه بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستند. من هم شهادت این بزرگ مرد تاریخ اسلام و انسان رو به همه بینندگان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در این لحظات بتوانیم شمه‌ای از چهره در حقیقت ناشناخته این مرد بزرگ رو اینجا ترسیم بکنیم به اندازه مجالی که هست، وسعی که هست و زمانی که در اختیار ما هست. امیدوارم که بتوانیم موفق بشیم. خواهش میکنم بفرمایید. پیش از هر چیزی باید یک عبارتی رو به عربی من بخوانم و سپاسگزار باشم و اونم این که الحمدلله الذی جعلنی من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. سپاس بگذاریم خداوند رو به خاطر اینکه شرایطی رو برای ما فراهم کرد که در این شرایط بتوانیم متمسک به ولایت این مرد بزرگ تاریخ باشیم. درباره علی ابن ابی طالب آثار بسیار زیادی نوشته شده و سخنان بسیار زیادی گفته شده. قاعدتاً از لحاظ متنی و عقلی حکم بر این میرانند که پس از این همه سخن گفتن و نوشتن باید این چهره مشخص شده باشه، ولی نگاه میکنیم میبینیم همچنان امام اول شیعیان غریب و ناشناخته است. این ناشناختگی به خاطر این هستش که ابعاد وجودی او به گونه‌ای هست که هیچ کس نمیتوانه این جرأت و جسارت رو به خودش بده، بگه از این زاویه‌ای که من دارم او رو نگاه میکنم تمامیت او در این زاویه متجلی شده. من بحث رو فکر میکنم با یک مثال ساده شروع بکنیم، راحت‌تر بتونیم به مسائل پیچیده‌تر راه ببریم. مسئله انسان مسئله مقوله ابعاد هست. انسان‌ها به واسطه ابعادی که دارند از هم ممتاز و متفاوت میشن. مثالی که میخوام بزنم بسیار ساده است. یک موقع هست که ما با یک کاغذ بسیار نازک سر و کار داریم.
این کاغذ تمامی تلاشی که ما میتوانیم بکنیم برای شناختش بسیار ساده است. 2 سطح داره، دیگه نه عمقی داره نه ارتفاعی. یک سطح رو در یک لحظه میتوانید نگاه بکنید و بلافاصله برگردونید سطح دوم. گاهی اوقات این 2 سطح به قدری خفیف و نازک هست که شما در نور که بگیرید اصلا متوجه چیزی نمیشید. حالت دوم این هستش که شما با یک کتابی سر و کار دارید، دیگه یک ورق نیست. یک کتاب حجیمی 1000 صفحه‌ای رو در نظر بگیرید. این کتاب ابعاد وسیع‌تری به خودش میگیره، یعنی شما با یک نگاه به صورت این در حقیقت مکعب نمیتوانید همه او رو بشناسید. حداقل به تعداد سطوحی که داره باید این رو بچرخونید. به تعداد سطوحی که داره باید این رو بچرخونید. از بعد زوایا نگاه بکنیم ببینیم که یک مقداری باز وسیع‌تر میشه. حالا هرچه این زوایا رو شما بیشتر بکنید و تعداد سطوح رو هم بیشتر بکنید، شناخت او سخت‌تر میشه، یعنی بیشتر باید چالش بکنید. همین مکعب رو با در حقیقت 4 زاویه‌ای که داره، این 4 زاویه رو شما به سطح باز تبدیل بکنید. همون زوایا رو که از هر کدوم باز 4 تا زایده میشه، اینها رو به سطح دیگه تبدیل بکنید. ببینید که با هر سطحی که شما از یک زاویه میسازید 4 زاویه جدید به دست میاد. هرچی که این سطوح بیشتر بشه زوایای بیشتری رو برای شما میسازه و به همین اندازه که زوایا بیشتر میشه شناخت اون شی برای ما سخت‌تر میشه. یعنی به تعداد زاویه باید ما کنجکاوی بکنیم، به تعداد سطح باید این رو بچرخونیم. یعنی انگار هرچی بیشتر میشکافیم برای اینکه این مسئله حل بشه پیچیده‌تر میشه. حالا شما در نظر بگیرید یک چیزی رو که شما نمیتوانید برای او سطح و زاویه خاصی رو در نظر بگیرید، کار بسیار دشوار میشه در شناخت او. یعنی یک کره رو در نظر بگیرید، بی نهایت زاویه داره و بی نهایت سطح داره و بر همین مبنا بی نهایت بعد داره. شما نمیتوانید بگید که خب زاویه اصلی اینجاست که من دارم میبینم، سطح اصلی همین جایی که من دارم میبینم، چون به شکل کروی هست هر طرف رو نگاه بکنید اصله، در حینی که اصلا نیست. انسان‌های بزرگ به میزان عمقشون و بعدشون بر یکی از این مبنا قابل انطباق هستند. من گمان میکنم شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علت ناشناخته بودنش این هستش که تبدیل شده صفات او و اعمال او به یک کره‌ای که نمیدانیم از کدام زاویه شروع بکنیم. بر همین مبنا ناشناخته است. حالا این که میگیم ناشناخته، یک موقع هست که درباره یک شخصیت افرادی سخن میگن که این افراد خودشون زبردستان تاریخ هستند. علی ابن ابی طالب از این گونه شخصیت هاست، یعنی کسانی که از او سخن گفتند در شأن او، در توصیف او، در نگارش حالات او و افعال او، عموماً کسانی بودند که در یکی از رشته‌های علمی از خودشون تبخر و لیاقت نشون دادند. یا حکیم بودند، یا فیلسوف بودند، یا ادیب بودند، یا در رشته‌های حتی خود سخنوری، در رشته‌های ادبیات، یا فصیح بودند یا بلیغ بودند. یعنی کسانی بودند که به واقع میتونیم بگیم سرشون به تنشون میارزید درباره مولا سخن گفتند. ولی با این همه خوام بگم که تمامی افرادی که در ابعاد بسیار وسیع و بلندی هم درباره این مرد سخن گفتند، درست به اندازه ظرف خودشون از او سخن گفتند، نه درباره چیزی که از او بیرون میتراوه. و کار اینجا لحظه به لحظه داره مشکل تر میشه و یکی از این مشکلات هم شاید این هست برای این نسل و برای این عصر و برای جوانان این دوره که کسانی از علی سخن بگن که علی رو نمیشناسند، کسانی از علی سخن بگن که نه سخنورند، نه حکیمند، نه ادیبند، نه فیلسوفند، نه عارفند، نه مفسرند و نه محدث.
به صرف اینکه علی ابن ابی طالب یک شخصیتی است که فکر میکنن متعلق به جهان تشیع هست، در یک محدوده ذهنی، اون هم محدوده ذهنی خودشون، بی تقید و قید تخصص به یکی از این شعبه ها میخوان از او سخن بگن و اینجا کار خیلی دشوار و خراب میشه. بهترین راه برای شناخت این شخصیت، اون هم در حد ظرفهای خود ما که بتوانیم فهم بکنیم، این هست که وارد مجموعه هایی بشیم که این مجموعه ها رو مستند تلقی میکنیم، یعنی فراتر از ظرف ذهنی محدود بشری است. درباره شخصیت ها معمولاً در شناخت اونها به چند چیز اتکا میکنند. یکی کلمات خود اوست، یعنی نگاهی که خود فرد به خودش داره، که گاهی اوقات در معمولاً نوشتن بیوگرافی ها از همین مورد استفاده میکنند. یک شخصیت رو میخوان تحلیل بکنن، یکی از منابع شناختشون این هست که ببینن خودشون آیا خاطره‌ای، دست نوشته‌ای از خودشون درباره خودشون دارن یا ندارن، و مستندترین چیزها معمولاً نوشته ها و گفته هایی هست که از خود فرد باقی است. معمولاً شما در دواوین شعرا میبینید که بسیاری از شعرا از خودشون، از شعرشون، از توانایی هاشون، از ابعاد وجودی خودشون، حالا به نظم یا به نثر چیزهایی رو بیان کردن و در تحلیل شخصیت اونها از همین نوشته ها استفاده میشه. درباره علی ابن ابی طالب هم این گونه هست، یعنی خود امیرالمؤمنین درباره خودشون عباراتی رو به کار بردن که اگر ما به همونها هم بخوایم اکتفا بکنیم، از نگاه خود او برای شناخت شخصیت او کافی است. در کنار این معمولاً کسانی که قرابت و نزدیکی باطنی به یک فرد دارند، هم فکر او هستند، هم سطح او هستند یا استاد این شخصیت مورد نظر هستند، می توانند ابعاد وجودی او رو در همین حوزه معرفی بکنند و بیان بکنند. خوشبختانه از این دریچه هم ما می توانیم به عبارات و کلماتی که از جانب حضرت رسول خدا نقل شده درباره او توجه بکنیم. عباراتی که هم نقل این روایات و عبارات از گونه روایاتی هست که هم شیعه باور داره و هم اهل سنت، یعنی هر جفت فرقه ها این روایت ها رو اصل قلمداد میکنند. حالا یه سری روایاتی هست که ممکنه که اهل سنت باور نداشته باشند یا روایاتی رو اونها نقل کرده باشند که شیعه باور نداشته باشه، ولی این دو مورد رو هم کنار بگذاریم، اون چه که مشترک بین این دو فرقه هست میتوانه در شناخت این شخصیت گویا باشه. کما اینکه روایات بسیار زیادی در شأن امیرالمؤمنین هست که هم دانشمندان اهل سنت در آثار مستند خودشون آوردند و هم شیعیان. مقوله سوم، شناخت یک شخصیت از دریچه آثاری است که از اون شخصیت باقی مانده. خوشبختانه خطابه‌های حضرت و مجموعه بسیار بسیار مستند و زیبایی که جناب سید رضی جمع‌آوری کرده به عنوان نهج البلاغه ما میشناسیم باقی است و بر همین مبنا ما میتوانیم میزان دانش، میزان وسعت اندیشه، میزان فعالیت و دغدغه‌های وجودی مولا رو از این طریق شناسایی بکنیم. راه چهارم برای شناخت یک شخصیت این هست که ببینیم آیا او دست پرورده‌ای داره یا نداره، یا به تعبیری تربیت شده‌ای داره یا نداره، شاگردی داره یا نداره، مریدی داره یا نداره. خوشبختانه در این بعد هم می‌بینیم که علی ابن ابی طالب هم شاگرد داره، هم مرید داره، هم صاحب سر داره، هم کسانی رو تربیت کرده که اینها هر کدامشون برای یک جهان به واقع کافی هستند. کسانی مثل سلمان فارسی، هرچند که شاگرد، صحابی و مرید رسول خدا بود، ولی در این حال پس از رسول خدا در خدمت امیرالمؤمنین بود. شخصی مثل ابیذر، شخصی مثل کمیل ابن زیاد نخعی،
شخصی مثل مالک اشتر، شخصی مثل عمار یاسر. اینها کسانی هستند که در خدمت او بودند و به واسطه تربیت او رشد و نمو پیدا کردند. خب حالا این ابعاد ما در نظر بگیریم، یک جنبه دیگه باز باقی میمانه برای شخصیت‌های استثنایی، برای شناخت اونها. برای شناخت اونها. این شیوه فقط برای افراد استثنایی است، یعنی شناخت یک فرد از دریچه نقل قول و نگاه مخالفان. ما درباره شخصیت‌های معمولی این بعد رو لحاظ نمی‌کنیم، چون اونقدر فراگیر و شامل و جهان شمول نیست که دیگران بخوان روی او قضاوتی بکنند و با او چالش داشته باشند. و علی ابن ابی طالب جزو شاید استثنایی ترین افراد طول تاریخ بشر هست که دوست و دشمن درباره او سخن گفتند، هرچند که در بعضی از موارد یا غلو کردند، راه به افراط بردند یا تفرید کردند، ولی عمده این هستش که چه موافقین چه مخالفین، اون چه که از او گفتن همش مثبت است. نقل میکنن یکی از کسانی که از علی ابن ابی طالب برید و به دستگاه معاویه به خاطر گرفتن مقداری مال و منال به اونجا کشونده شد، یک زمانی رفت اونجا که دید افراد وایستادن در مقابل معاویه بد علی ابن ابی طالب رو دارن میگن. حالا مطالب زیادی در دل تاریخ نقله که خود معاویه علیرغم اینکه جزو دشمنان تراز اول امیرالمؤمنین بود، ولی در عین حال در بسیاری از موارد از اون نقل کسانی که حجو علی رو میکردند یا تندروی در بدگویی او میکردند او هشدار میداد. خب این خیلی عجیبه که بزرگترین دشمن یک فرد گاهی اوقات در جایی که خود فردم حضور نداره از شخصیت باطنیش دفاع بکنه، بگه این چیزهایی که میگید به اون نمیچسبه. حالا این فردی که از علی بریده بود و به خاطر اموال دنیوی رفته بود سراغ معاویه، تو یکی از این محافل میرسه، میبینه که دارن هجو میکنند، بعد علی رو میگن. خب معاویه میدانست که این از اون بر بریده آمده اینجا. گفت همتون ساکت بشید که این سخن بگه. گفت من چه بگم؟ گفت تو با علی بودی، تو بعد بیر راجع به علی بگو، هر چی میدونی راجع بهش بگو. در نگاه کرد، گفت اجازه بدید من هیچ نگم. گفتن نه، اتفاقا تو باید بگی. در یک سکوتی که بسیار سنگین بود بالاخره این فضا رو شکست. گفت چی بگم؟ اگر راست بگم از تو میترسم، دروغ بگم از خدا میترسم. در این عبارتی که هیچی درباره علی ابن ابی طالب گفته نشد، ولی بی‌نهایت راز و رمز وجود داره. یعنی هم دوست شناسی، هم دشمن شناسی و هم شأن علی ابن ابی طالب رو داره اینجا مشخص میکنه. یه علی ابن ابی طالب کسی است که نمیشه از او سخن گفت، نه پیش دوست میشه سخن گفت نه پیش دشمن. علی ابن ابی طالب از اون شخصیت هایی هستش که اگر حقیقت او رو بخوایم برملا بکنیم، به زعم رسول خدا همه انسان ها خدایی خدا رو رها میکنند و سر به سجده در مقابل عظمت او میسایند. این کلامی است که هم اهل سنت و هم شیعیان نقل کردن از پیامبر. یا علی، تو چنان شخصیتی داری که اگر راجع به تو من سخن بگم، همون حالتی که مردم دوران عیسی با عیسی داشتند و او رو به خدایی گرفتند، تو رو خدا تلقی میکنند، خاک پای تو رو توتیا میکنند، آب وضویی که از دستان تو میچکه اینها رو برای شفا برمیدارند. من نمیتوانم از تو سخن بگم. ببینیم که علی در زمان خودش ناشناخته است، چون باید ناشناخته باقی بمانه. چرا باید ناشناخته باقی بمانه؟ به خاطر این که زمین و زمان این ظرف رو و این وسعت رو نداره که درباره تمامیت علی چیزی بشه اونجا ریخت. و خود علی هم ترجیح میده که پنهان باشه، ناشناخته باشه. این ایام یه ایام خیلی خاصی است. 1400 ساله که مردم با این ایام به قولی آمد و شد دارند.
شب 19، شب 21 و شب 23 که شاید بیشترین احتمال رو برای لیالی قدر دادن در این 3 شبه و این 3 شب 1400 سال، نزدیک 1400 ساله که با نام علی ابن ابی طالب عجیم. در شب 19 ضربت میخوره و در 21 رها میشه. 23 هم در حقیقت بنا به رسوم سنتی ایرانی و اسلامی ما شب 3 برای او میگیریم و اون شبهای دیگه ای هم که احتمال قدر بودنش رو دادند مراسم 7 و 10 او خواهد بود. از دو جهت علی ابن ابی طالب به قدر بسیار نزدیک. یکی از جهت ناشناخته بودنش، همچنان که شب قدر ناشناخته است. هیچ کس شب قدر رو نمیشناسه. نه تنها شب قدر رو نمیشناسه، حوزه و اندازه قدر رو هم کسی نمیشناسه و لذا شب قدر مجهول و ناشناخته است. علی ابن ابی اگر اجازه بدید ما بپردازیم به بخش اینترنت و برگردیم، مثل اینکه یک سری ایمیل دارن. خیلی کوتاه من خواهم گفت. خواهش میکنم بفرمایید. پس هر موقع خودتون سلام میدونید بگید ما بپردازیم. این 2 مورد رو من شباهت بین علی ابن ابی طالب و قدر رو بیان بکنم. متشکرم. یکی سر ناشناخته بودن این دوست که با هم نزدیک میشند. هم شب قدر ناشناخته است، حوزه قدر ناشناخته است، مفهوم قدر ناشناخته است و حجم و اندازه قدر ناشناخته است. همون ابعادی رو که اونجا به کار بردن. علی ابن ابی طالب هم درست برابر او ناشناخته است. نکته دیگه این که شب قدر در یک ماه واقع شده که هیچ وقت فراتر نمیره، یعنی جاش عوض نمیشه. اون هم ماه رمضانه. پشت بند این ماه 11 ماه دیگر هست. 11 ماه دیگه ادامه این هست و بعد از علی ابن ابی طالب به عنوان کسی که قدری داره و متعین به عیون شب قدر هست، توالی او 11 امام و ولی است و این دوتا در حقیقت همدیگر رو پیدا میکنند و لذا یافتن قدر بی یافتن علی ابن ابی طالب دشواره و یافتن علی ابن ابی طالب بی قدر دشواره و این دوتا چنان در هم گره خوردند تا اینکه ولی الله الاعظم در یک زمانی پرده از رخ این حقیقت برداره و شب قدر رو برای ما معین و متعین بکنه و همچنین شخصیت باطنی علی ابن ابی طالب رو به اندازه‌ای که ظرفا بتوانند بفهمند، بشنوند و بتوانند به او راه پیدا بکنند. من خدمت شما. متشکرم، خیلی ممنون. سلام آقای باقری. متشکرم. به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. عرض تسلیت مجدد داریم خدمتتون در خصوص ایمیل هایی که آنلاین رسیده و ایمیل هایی که به هر حال از روزهای قبل رسیده. چون همزمان که آنلاین هستم و میتونید ایمیل هایی رو که در خصوص برنامه است در مورد سوالتون هست بپرسید و به هر حال ایمیل هایی میمونه از روزهای قبل، مثلا ایمیل هایی که به هر حال امروز با توجه به اینکه طبق روال هفته‌های پیش های ذوالحلت بودند، من اینها رو باید نگه دارم تا ایشون دوباره بیان. برای همین آقای حسام از سوئد، ایمان خواهش میکنم بنویسید از کدوم کشور کدوم شهر، آقای حسینی از نروژ و یاسمین اگر از روی آدرس ایمیلشون درست گفته باشن و خانم مینا از دانمارک. ایمیل هایی که زدید هست، من همه رو چاپ کردم نگه میدارم و توی هفته آینده که فرصت بیشتری هست همه اینها رو بررسی میکنم، حتی از ماهای پیش اگر موردهایی بوده طبقه بندی میکنم و از کارشناسان عزیز حتما توی برنامه‌ها سوال میکنم. با ما باشید در جلسات آینده که حتما ایمیلاتون رو به هر حال جوابش رو بگیرید، مطمئن باشید ایمیلی از قلم نمیافت. و اما توی این مدتی که آنلاین بودیم از اول برنامه آقای فریدون ایمیل زدن، آدرس ایمیل استاد رو خواستن. دوستان عزیزم در اتاق فرمان حتما برای شما زیرنویس میکنن تا انتهای برنامه، دقت کنید براتون این آدرس زیرنویس خواهد شد. همینطور آقای حامد از آلمان بعد از سلام علیک و
به هر حال مواردی که اولش گفتند، در انتها گفتن صدای شما آیا استاد با شما با مورد خطاب آیا استاد محمدی رو قرار دادن، نوشتن صدای شما گرم کننده محفل ماست. و همینطور آقای منصور از آلمان متشکرم از ایمیلتون. و همینطور یک ایمیل داشتیم یکی از بینندگان جدیدمون که این روزها خیلی خوب به ما دارن ایمیل میزنن و سوال میکنن و با برنامه هستن، جعفر از سوئد. نوشتم با عرض تسلیت مناسبت وفات حضرت علی، یک در مورد سیر و سلوک، اینکه آیا میتوان به تنهایی این عمل را انجام داد یا نه و حتما باید راهنما داشته باشیم، لطفا راهنمایی کنید. سال دومشون این هست در مورد ذکر، گفتند توضیح اگر بدید ممنون میشم. الان باید بگم؟ نمیدونم جواب میدید یا من سوالات دیگه مطرح کنم؟ شما بفرمایید یک کاغذ بزنید. خواهش میکنم. و همینطور خانم هنگامه ما ایمیلتون رسید. خواهش میکنم ایمیل هایی که در خصوص برنامه نیست، زمانی که من آنلاین هستم چون میفرستید اینجا میمونه، من نمیتونم بفرستم و بعداً ببینمشون، انتهای برنامه ایمیل بزنید که اگر جوابی هم حتی میخواین که اون موقع بتونم جواب بدم. و خانم ترانه از آلمان فکر میکنم دیروز ایمیل زدن استاد، تقریبا یک صفحه هست، 2 تا سوال داشتن. یک کتاب تفسیر قرآن به زبان ساده خواستند که معرفی کنی. مورد دوم که خیلی طولانی توضیح دادند در پی جلسات گذشته که فکر می‌کنم در خصوص عدل الهی توضیح فرمودید، گفتن در اون قسمت من سوالی ندارم ولی یک سوال دارم و اون در خصوص مرگ هست که گفتند توضیح دادن که این فاصله سنی که یک کودک اگر فوت میکنه یا یه شخصی در 100 سالگی میمیره یا یکی در 40 سالگی میمیره، اونی که فرصت زندگی زیادتری داره خب میتونه بیشتر در معرض گناه واقع بشه و اونی که فرصت کمتری داره کمتر، و بالعکس اونی که فرصت بیشتری داره بیشتر میتونه به هر حال به حقیقت برسه. و به قول خودشون نوشتند، حالا من بعد اینجا پیدا کنم چون همون فارسی انگلیسی هم نوشتن، میتونه بیشتر به هر حال ارتقا پیدا کنه. این به چه شکلی هست در این مورد توضیح خواستن. و خانم صبوری، یک بیننده عزیزمون آقای مهدی از اروپا التماس دعا دارن، نوشتن من جوانی 24 ساله هستم در اروپا، تنها در شهری که هیچ ایرانی اینجا نیست و گفتن مشکلی برای من پیش اومده و خواستن که تمام همکاران ما و هموطنانشون که این برنامه رو نگاه میکنن برای ایشون دعا کنن. ای کاش مسئله‌تون رو به هر حال به یه شکلی مینوشتید، شاید یکی از متخصصین ما، کارشناسان عزیزمون میتونستن راهنماییتون کنن. آقای مهدی از اروپا، ما در خدمت شما هستیم. بله، اگر میتونید واقعا این فکر یکی از هموطنهای ما، یکی از فارسی زبان‌ها، یکی از ایرانیان در جایی در اروپا در گوشه‌ای مشکلی داره و ناراحته، خب همه ما رو ناراحت میکنه. دعا که حتما ما همیشه همه برای همه دعا میکنن. اگر واقعا همونطور که آقای باقرنیا گفتن براتون مقدوره، میتونید ایمیل بزنید. شاید از دست کسی کاری براومد، ما همه تلاشمون رو میکنیم. متشکرم. اینم بگم جزو سوالات نوشتن در مورد معراج حضرت رسول کی صحبت خواهید کرد و آقای مهدی تبری از سوئد این سال رو پرسیدن. متشکرم. آنلاین هستیم تا آخر برنامه. آخر برنامه هر چی زودتر به هر حال اینو بزنید برسیم که مطرح کنیم سوالات رو. حالا به ترتیب همونطور که سوالا مطرح شد من پاسخ بدم، هرچند که از بحث اصلیمون دور میافتیم ولی سعی میکنم خیلی خلاصه جواب بدم. مقوله اول سوال از سیر و سلوک بود که موقعی که کارهای بسیار سوری و پیش و پا افتاده رو ما احتیاج داریم که یک استاد و مربی داشته باشیم، هرچی که به ناشناخته ها و در حقیقت به ابعاد روحی و معنوی راه پیدا میکنیم، چون حد و مرز و حدودش برای ما ناشناخته است، اونجا احتیاج کاملا بیشتر هست که یک مربی و استادی باشه که راه رو از چاه و از بیراهه به ما نشان بده. قهرن بدون استاد، بدون راهنما، بدون ولی نمیشه سیر و سلوک کرد و منتها در شناخت مرشد و استاد و حالا به قول اهل عرفان پیر و شیخ باید یک مقداری دست به عصا بود. به قول مولانا ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. خب اون یک آگاهی خیلی بالایی میخواد، بله. یعنی نمیشه
مراحلش رو چجوری طی کرد تا به اون آگاهی نرسیده باشه که نمیتونی انتخاب کنی؟ دیگه اینطور مسائل بخشش مربوط به معرفت‌های سوری است و بخشش هم مربوط میشه به الهامات دیگه باطنی. نکته دوم ذکر رو من فکر میکنم که به طور کامل و مفصل در کتاب تجلی ذکر در آینه وحی که تجدید چاپش با نام یاد خداست مفصل صحبت کردم و ابعاد گوناگون ذکر رو از نگاه قرآن، حدیث و اهل عرفان به تفصیل اونجا بحث کردم. اگر به اون کتاب بتونن دسترسی پیدا بکنن مشکلشون درباره ذکر احتمالاً حل خواهد شد. اگر اجازه بدید آقای باقرنیا، چطور ما میتونیم این کتاب رو به دوستان برسونیم؟ حل شده؟ چون برای کتاب ممکنه که نتونن. سایتی رو کتاب‌هایی که اون 8 کتاب رو فکر می‌فرمایید. بله. برای کتاب‌ها قبلا هم توضیح دادیم، حالا باز در جلسات آینده هم توضیح میدیم در برنامه‌های بعدی. سایتی به نام iranfarhang.com میتونید مراجعه کنید در شاخه علوم انسانی و اونجا لیست کتاب‌ها هست و نحوه تهیه‌اش کاملا توضیح داده شده. اگر باز سوالی داشتید لطفاً ایمیل بزنید به خود برنامه shab@jamejam.net. من حتما براتون توضیح بیشتری میدم. البته در روزهای آینده در جلسات بعدی که استاد هستن بیشتر در این مورد حتما توضیح خواهیم داد. متشکرم. بعد کتاب تفسیری خواستن که من فکر میکنم در جلسات قبل اینجا ما صحبت کردیم و کتاب سروش آسمانی رو ما به عنوان یک کتابی که میتونه کمککار این افراد باشه معرفی کردیم قبلا. در مقوله عدل هم همونطوری که اشاره کردند برخی زودتر و برخی دیرتر در این جهان در حقیقت پایندگی دارند و هر جهت همه رفتنی هستند و همون اندازه‌ای که یک زمان طولانی برای یک نفر هست که در اون زمان ما احتمال خطا و گناه رو میدیم به همون اندازه احتمال ثواب و کمال رو هم میتوانیم بدیم و منافات و مغایرتی هم با مقوله عدل نداره به واسطه اینکه خداوند از هر نفسی به اندازه توانش طلب میکنه. اون کسی که کمتر زیسته به اندازه زمان او و اون کسی که بیشتر زیسته و امکانات بیشتری داشته به اندازه زمان خودش طلب میکنه و این عبارت لا یکلف الله نفسا الا وسعها میتوانه پاسخ این مقوله باشه. اما درباره معراج ما وعدش رو دادیم، منتها منوط به اینه که ببینیم که مجالی در اختیار ما قرار میدن که درباره معراج سخن بگیم یا نه. ناگفته های بسیاری هست که امیدوارم یک فرصتی باشه که ما بگیم. اما به هر جهت بحث شناخت امیرالمؤمنین، حالا میخوام برگردم به این زاویه که موقعی که ما با یک انسان کامل سر و کار داریم، این کامل بودن که اونجا به عنوان یک کره من ازش یاد کردم، همین کامل بودن اسباب ناشناختگی رو فراهم میکنه. ببینید یک موقع هست که ما با یک انسان سر و کار داریم با یک صفت خاص و لذا یک محور هست و ما بر اون محور سیر میکنیم. مثل اینکه یک شخصی تمامی آرمانها و انگیزه ها و تمامی تلاشش مبنی بر این هستش که فکرش رو منسجم بکنه، عقلش رو بارور بکنه و بگه میخوام یک فیلسوف بشم، بشه یک غزالی، بشه یک ابن سینا، بشه یک سهروردی، بشه یک ابن رشد. تمامی زندگیش رو وقف این کار میکنه، آثار فلسفی رو میخونه، اندیشه های فلسفی رو مرور میکنه، تزهای جدید و تزهای قدیم رو. هر زمانی که همه اینها رو تو خودش جمع کرد و فراتر از اینها یک تز جدید فلسفی داد، به عنوان یک فیلسوف شناخته میشه. و اگر این تزش که فراتر از همه تزهاست مورد پذیرش اهل حکمت و فلسفه قرار بگیره، بهش میگن فعلا فیلسوف کامل این آقاست. این فردی که فیلسوف کامل شده شاید عارف نباشه، شاید متکلم نباشه، شاید محدث نباشه، شاید رجالی نباشه، شاید روانشناس نباشه، شاید جامعه شناس نباشه و شاید هیچ کدام از علوم رو نداشته باشه. حالا در عرصه های عملی باز همچنین کسی که اهل اندیشه است اهل عمل نیست. نمونهش خود امام محمد غزالی است، بیان میکنه میگه که در تمامی رشته های علمی اسلامی وارد شدم، سرآمد زمان خودم شدم،
میگه کلام رو نخواندم مگر این که ذات کلام رو بیرون کشیدم و برتر از خود اونها شدم. فلسفه رو نخوندم مگر این که ذات فلسفه رو بیرون کشیدم، چنته فلاسفه رو خالی کردم و برای خودم تزهایی داشتم که دیگران محکوم این تزها شدند. در سایر رشته هم گونه بود. منتها میگه خواستم در کنار اینها برای تکامل خودم عرفان بخوانم، وارد عرفان شدم. خب میدونیم که برادر او اهل عرفان عملی است و خود این یک فیلسوف و متکلم و حکیم و عارف نظری است. یه زمانی که آمدم وارد عرفان بشم دیدم که عرفان عمل میخواد و من مرد عمل نیستم. من اهل مطالعه، بنشینم مطالعه بکنم دیگه توی قضیه رو به دست بیارم. اهل عمل نیستم و این سیر و سلوک میخواد و این با وجود من زیاد سازگار نیست. یه ترجیح دادم بنشینم و آثار قدمای از اهل عرفان و تصوف رو مطالعه بکنم تا اینکه بفهمم اینا چی دارن میگن. به هر جهت این در یک بعد هست. حالا یک کسی هست تمامی زندگیش رو صرف این میکنه که مثلا فرض کنید عارف بشه یا حکیم بشه یا ادیب بشه، شاعر بشه، مفسر بشه، محدث بشه، ریاضیدان بشه، جغرافیدان بشه، جامعه شناس بشه. ما از افراد معمولی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در همون لحظه ای که فیلسوف عارف هم باشه و در هر جفتش هم به کمال بالا باشه. در هر جفت هم به کمال بالا باشه. هیچ کس سراغ نداره. ولی علی ابن ابی طالب به منزله این که یک انسان کامل هست و رمز کامل بودن این هست که در تمامی ابعاد با هم بالا باشه. اون هم نه تنها در ابعاد ذهنی و مطالعاتی و در حقیقت آکادمیک، در تمامی ابعاد، حتی در حوزه‌های عمل. در حوزه‌های عمل شما نگاه میکنید سراغ فلاسفه برید، بیان میکنن که علی ابن ابی طالب یک فیلسوفه و یک فیلسوف جامع و مانع و کامل. سراغ اهل عرفان برید میگن که علی ابن ابی طالب مقتدای عارفانه. سراغ اهل حکمت برید میگن که او حکیم تمام و کمال هست. سراغ منطقیون برید میگن که او تمامی مطالبی که داره بیان میکنه عین تعریف و حدود منطقی و عین براهین منطقی است. سراغ هر رشته‌ای که شما برید بزرگان اون رشته علی ابن ابی طالب را سرآمد اندیشه و همون رشته تلقی میکنند. اینها در این حوزه. و بعد در مقطع عمل که وارد میشید ببینید همه اونها لنگ میزنن و علی ابن ابی طالب تازه بخشی از ابعادش هنوز مطرح نشده. جنگاوری او، سخاوت او، عدالت او، شجاعت او و بسیاری دیگه از این ابعاد. ولذا علی ابن ابی طالب تنها نه در حوزه اندیشه که بیان بکنیم بگیم که او سخنوری هست که فراتر از او نیست، او حکیمی است که فراتر از او نیست، عارفی است که فراتر از او نیست. نه تنها در این جنبه ها، در زهد نگاه میکنیم علی از حد زمان خودش هست. زهد کار عملی است دیگه، مطالعاتی دیگه نیست. خوراک علی مشهوره. موقعی که به عثمان ابن حنیف یکی از به قولی صحابیش نامه‌ای می‌نویسه، در اونجا بهش میگه که شنیدم که با اعیان و اشراف رفت آمد میکنی. من که امام تو هستم از این دنیای شما به یک لباس کوتاه و در حقیقت نامطلوب اکتفا کردم و از لحاظ خوراک میبینید که به قرصین نان، نصف نان اکتفا کردم. اون هم چه نانی که فقط او میتوانه بخوره، فقط او میتوانه بخوره. چون به هر کسی نشون بدی میگه نه من میلی به این ندارم. کسی که اگر آب سر سفرش باشه و نمک باشه میگه 2 تا خورشت برای چی؟ زهد او. و بعد زمانی که میبینیم این در حالی زاهد هست که بیت المال هم در اختیارش هست. جمع این 2 تا مشکله که شما سرمایه در اختیارتون باشه و بعد از این سرمایه به واسطه این که اهل خدا هستید و اهل این جهان نیستید صرف نظر بکنید. در مقوله عدالت علی رو میبینیم که برتر از همه عادلهای زمان است، تا جایی که
به زعم جبران خلیل جبران بیان میکنه که قتل علیون فی محرابه لشدت عدله. خب همه جا ترورها، تمامی در حقیقت کشت و کشتارها به خاطر ظلم و ستمی است که حاکم انجام میده. حاکم رو میکشن، بد و بیراش رو میگن، ترورش میکنن به خاطر این که میگن که ظالم بود، دیکتاتور بود، خلاف میکرد. اما در اینجا به قول جبران میگه که او به خاطر شدت عدالتش کشته شد. مگر میشه کسی عادل باشه و مردم به خاطر عدالتش او رو بکشن؟ شد. علی ابن ابی طالب معنای عدالت رو با وجود خودش متحقق کرد و من گمان میکنم که اگر او نبود، تاریخ بشر، چه تاریخ گذشته چه تاریخ فردا، اصلا با واژه عدالت به معنای عدالت هرگز آشنا نمی شدن. در همین حد هم تحملش نکردند. خیلی ممنونم. وقت ما تموم شد. متشکرم از شما. ای کاش صحبت‌های منم تموم میشد، نشد. این چه صحبتیه؟ این حرف رو نزنید. خیلی ممنونیم از شما که تشریف آوردید. دوستان عزیز خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. خانم طاهره از لندن پیام شما رو ما گرفتیم، حتما انجام میدیم. جناب آقای دکتر هلت پنجشنبه دیگه حتما در برنامه حضور دارن. باز هم از همتون ممنونیم، از همه دوستانی که تماس گرفتن و تماسشون برقرار شد، بیشتر به خاطر اینکه بتونیم به بحثمون بپردازیم. خدا نگهدارتون، شب بخیر.